سلام بیننده عزیز، سرخط خبرها از رادیو آزادی. عبدالقادر طلبکوف کتابدار شناخته کارش را بس کرده است. جسد مهاجری کشته شده در جنگ اوکراین را به تاجیکستان آوردند. زلنسکی جنگ در دونباس را دردناک و مشکل دانید. ژورنالیست شناخته تاجیک را از دوشنبه به زندان خوجند بردند. عبدالقادر طلبکوف فعال مدنی شناخته و مدیر کتابخانه لاهوتی میگوید کار در این کتابخانه شهری را بس کرده است. او روز 6 مارس بر رادیو آزادی گفت که عریضه از کار رفتنش را رستم امامعلی شهرداری دوشنبه امضا کرد. اسم عبدالقادر طلبکوف از ماه گذشته و پس از آنکه اعلان کرد زردشتی شده است و جمعیت زردشتیان را در تاجیکستان تأسیس می‌دهد پر سر و صدا شد. عبدالقادر طلبکوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که اول سال برای از کار رفتن عریضه داد و رستم امامعلی امروز عریضه‌اش را امضا کرده است. عبدالقادر طلبکوف گفت در وظیفه مدیر کتابخانه لاهوتی 7 سال کار کرد و با خواهش خودش از این مقام رفت. او گفت هنوز با او مقام دیگری پیشنهاد نشده است و برای ثبت نام جمعیت زردشتیان در تاجیکستان تلاش خواهد کرد. موضوع تأسیس این جمعیت پس از مرگ آدینه شاهی، یکی از پیروان آیین زردشتی در ناحیه شمس دین شاهین شورابادی سابق، به میان آمد. آدینه شاهی روز 9 فوریه امسال در سن 92 سالگی درگذشت و از کمترین نفری در تاجیکستان بود که می گفت پیروی آیین قدیمی است. عبدالقادر طلبکوف در سر گوری او وعده داده بود که برای نگه داشتن آیین زردشتی در تاجیکستان تلاش خواهد کرد. زردشتی از قدیمترین دین‌های دنیاست و تا آمدن اسلام اکثر تاجیکان پیروی این آیین بودند. مقامات روسیه جسد یک شهروند تاجیکستان را که به جنگ اوکراین جلب شده بود به نزدیکانش سپردند. پیوندان احمدعلی نوروفی 34 ساله هفته گذشته بر رادیو آزادی گفتند که 6 ماه باز است از زنده یا مرده بودن او خبری ندارند. با گفته آنها احمدعلی را تیر ماه سال گذشته برای جنگ با اوکراین برده بودند. یک تن از نزدیکانش گفت که جسد او را روز 5 مارس به تاجیکستان فرستادند و در زادگاهش ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان به خاک سپرده شد. جوانی تاجیک 2 سال پیش به گناه فروش مواد مخدر در روسیه به 6 سال زندان محکوم شده بود. به اطلاع دریافتی سال گذشته 10 زندانی تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین برده شدند. تاکنون نام بیش از 10 زندانی کشته شده تاجیک در جنگ روسیه در اوکراین رسانه‌ای شده است. جسد بعضی از آنها را به خانواده‌هایشان در تاجیکستان دادند. قبر یک نفر دیگر در یکی از آرامگاه‌های معروف به واگنری‌ها در مسکو یافت شد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعتراف کرد که جنگ در ولایت دونباس دردناک و مشکل است. عین زمان نیروهای روسیه سعی دارند شهر شرقی بخموت در این ولایت را در محاصره بگیرند که در نتیجه جنگ‌های چند ماه ویران و ولنگار شده است. ولادیمیر زلنسکی در مراجعه ویدیویی روزانه‌اش در شام 5 مارس گفت من از جسارت و توانایی و ایستادگی سربازانی که در دونباس می‌جنگند اظهار سپاس می‌کنم. این یکی از سخت‌ترین نبردهاست، دردناک و دشوار. او افزود که اوکراین این سختی‌ها را پس سر می‌کند و تجاوزگران را از کشور می‌راند. جنگ‌های سخت در داخل و اطراف بخموت ادامه دارد که پیش از جنگ 70,000 اهالی داشت. بنا به گزارش‌های پیشتر اهالی باقی مانده و بعضی از واحدهای نظامی اوکراین از یک راه باقی مانده شهر با دیگر جای می‌گریزند. جنگ در بخموت را گروه نظامی روسی واگنر رهبری می‌کند و گفته می‌شود در نبردها تلفات زیادی داده است. عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار شناخته تاجیک به 7 سال زندان محکوم شده بود به محبس شهر خوجند شمالی تاجیکستان انتقال یافته است. نمایندگان سررئیست زندان‌های وزارت عدلیه گفتند که او به خوجند انتقال یافت ولی سببش را شرح ندادند. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده روز 6 مارس بر رادیو آزادی گفت او را روز شنبه انتقال دادند و 12 روز باید در کرانتین باشد. با گفته او به خوجند انتقال دادن روزنامه‌نگار برای نزدیکانش سخت است چون امکانی زود به دیدار بینی و با غذا تامین کردن او را در دوری ندارند.
عبدالستار پیر محمدزاده را دادگاه شهر دوشنبه روز 26 دکبر سال گذشته به 7 سال زندان محکوم کرده بود. او را به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کردند. خودش ماه اکتبر سال گذشته در نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اولی بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسا را بر دوش بگیرد. با خاتمه تعطیل زمستانه در افغانستان پسران دانشجو به دانشگاه‌ها برگشتند، ولی دختران همچنان از حق تحصیل محروم ماندند. منع تحصیل دختران در دانشگاه‌ها یکی دیگر از فرمان و قانون‌های ارتجاعی طالبان است که خشم جهانیان از جمله کشورهای اسلامی را برانگیخت. طالبان بعد غصب قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 حق کار و تحصیل از زنان و دختران را گرفتند. طالبان میگویند از بس که دختران افغان درست حجاب نمی پوشیدند و با مرد محرم به دانشگاه نمی آمدند، از حق تحصیل محروم کرده شدند. و بانک ملی تاجیکستان قربی 1000 روبل روسی را 144 سامانی و 50 درم، 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 91 درم و 1 یورو را 11 سامانی و 57 درم مقرر کرده است. در بانک‌های تجارتی قربی اسعارگاه‌ها فرق می‌کنند. خبرهای بیشتر را هر لحظه در سامانه-azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، تیک تاک و اینستاگرام پیدا کنید. ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت دوشنبه شما را در برنامه اخباری آزادی انتظاریم. خدا نگهدار.